دویمی اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون و شناسایی با وضع زندگی مردم با سفر کاری به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست در دهه دوستی دهات کنگورد مکتب پرزیدنتی ناحیه تیمورملک را که از جانب صاحبکاران همت بلند وطنی برادران شمس الله و محمد ظاهر صاحب فا بنیاد شده است افتتاح نمودند. عزیز و پیش خلق تاجدار و پیش کشوری عزیز. عزیز و پیش خلق تاجدار و پیش کشوری عزیز. شیاری خیش کرده کلامی سروری عزیز و پیش خلق تاجدار و پیش کشوری عزیز و پیش کشوری عزیز و پیش کشوری عزیز. زباندانی جهاندانی نپیودانم بعدا تکنولوژی اطلاعاتی رسید کندن کسب هنر سویدی کسب هنر شد. اینا متخصص کشیدن اینا برای اون شما مکتب ساختن. کی میسازه این مکتب؟ ساختمانچی نه؟ مهندس، معمار. برای چی کار کردن در کار؟ خوندن از مکتب برای کارهای خانه دم یاردم میکنید؟ مادراتونا، پدراتونا. پای شاهنامه رو گرفتی؟ بله. میخونه؟ میفهمی؟ تاریخ ملت تاجیک فهمیدی که از کجا بابا کلانی موی شد؟ اصلا این مؤسسه تعلیمی برای تحصیلات میانه عمومی پیش بینی شده بود، ولی با نظر داشت آنکه در سطح بلند و با صفت خوب ساخته و مجهز کرده شده است، سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط تعلیمی دستور دادند که آن به مکتب پرزیدنتی برای جماعت‌های دهات کنگورد و حسین آباد ناحیه تیمورملک تبدیل داده شود. طبق سفارش دیگر همه آموزگاران و خوانندگان باید طریق آزمون قبول کرده شوند. همچنین دستور داده شد که در نزد مکتب پرزیدنتی برای 400 خواننده خوابگاه و برای 200 کودک مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی نیز
ساخته شود. ضمن شناسایی با شرایط مؤسسه به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات برای به تحصیل فرا گرفتن 700 خواننده پیش بینی گردیده است. بینای تعلیمی از 3 آشانه عبارت بوده: 27 سینخانه مجهز، حجره‌های کاری، تالار فرهنگ با 240 جای نشست، کتابخانه عنعنوی و الکترونی به خط اینترنتی بلند سرعت پیوست، تالار و میدانچه برای بازی‌های والیبال و بسکتبال، آشخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان دارد. کتابخانه دارای ادبیات زیادی تعلیمی و بدیعی بوده. از آن آموزگاران و هم خوانندگان وسیع استفاده می‌نمایند. انشاءات جوابگو به طلبات بین المللی ساخته شده است و کابینت‌های فنی از جمله فیزیک، شیمی، بیولوژی، تکنولوژی انفرماسیونی و دیگر شرایط مساعد به تشکل دانش خوانندگان مساعدت می‌نماید. صنفخانه‌ها با کامپیوترهای نوترین و تجهیزات اینتراکتیوی نیز تامین گردیده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با ذکر آنکه معارف سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت است و سرمایه‌گذاری به آن سرمایه‌گذاری به آینده کشور می باشد، هیئت آموزگاران را به استفاده خوب امکانات فراهم شده و با آماده کردن کادرهای دارای دانش بلند هدایت نمودند. فعالیت تجهیزات گرمدهی انشاءات تأثیر منفی فصل سرما بر روند تعلیم را پیشگیری می نماید. در نزد مؤسسه چاه‌های زیرزمینی کنده شده، آب آشامیدنی در حوض غنجایشش 50 متر مکعب ذخیره می‌گردد. برابر دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که روند تعلیم در مؤسسه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی برآمده شده است. همچنین برای در سطح بلند گذراندن مشغولیت‌ها به مؤسسه آموزگاران جوان و با تجربه جلب گردیدند. افتتاح مؤسسه تعلیمی یک قدم استوار در راه تطبیق استراتژی ملی رشد معارف تا سال 2040 می باشد و به تقویت نیروی ذهنی نسل نورس، بالا بردن سطح سوادناکی و توسعه امکانات‌های تعلیمی مساعدت خواهد کرد. با به نظر گرفتن افزایش همساله اهالی تصمیم گرفته شده است که راه اندازی تدبیرها برای به تحصیل فرا گرفتن 1500 خواننده در این مؤسسه شرایط مهیا گردد. میدانچه ورزشی که در از انشاء ساخته شده است واسطه خوبی تشکل ترغیب طرز حیات سالم، جلب بیشتر خوانندگان به تربیت جسمانی، تحکیم سلامتی و بالا بردن ذوق آنها به ورزش می باشد. سبزکاری حدود انشاءات، گل و بوته‌های آرایشی و درختان میوه‌دهنده به حسن مؤسسه و هم دهه زیبایی دیگر ضم می کند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح مؤسسه زمانوی تعلیمی را نمونه واضح شریکی دولت و بخش خصوصی در ساحه معارف ارزیابی نموده به صاحبکاران وطن دوست و همت بلند برادران صاحب وفا برای این اقدام نجیب اظهار سپاس نمودند و به آموزگاران برای تربیت نسل هوشمند و دانا دستور و توصیه ها دادند. من همچون آموزگاری جوان منتداری خود را به سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای تلاش‌های پیوسته نسبت به ساحه معارف بیان می‌نمایم. کشاده‌شوی چنین مؤسسه با طرح زمانوی در دهه دوستی برای ما آموزگاران و خوانندگان افتخار بزرگ است. من با افتخار از کسب خود وعده می‌دهم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و دانش آموزی تربیت می‌نمایم. ما خوانندگان با پیشوای معظم ملت برای تمام غمخوری‌ها و شرایطی که برای تحصیل با ثمر و زندگی شایسته ما فراهم آوردن صدقاً منتداری بیان می‌نماییم. وعده می‌دهیم که با دانش و مهنت وطن خود را باز هم آباد می‌سازیم. یکی بندگی کردم ای شهریار که ماند زمین در جهان یادگار. بناهای آباد گردن خراب ز باران و از تابشی آفتاب. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. اینک در سال 2026
تشکیل و برگزار نمودن آزمون شاهنامه‌خوانی از اقدام نوبتی معرفت پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت عزیز و محبوب ما محترم امامعلی رحمان می باشد. وعده می دهیم که به قدر این دستگیری ها می رسیم، شاهنامه را می آموزیم و در آزمون های معرفتی چون آزمون فروغ سپیدانای کتاب است، تاجیکان آینه تاریخ ملت، شاهنامه خوانی و غیره اشتراک می نماییم.